سلام و درود به دوستان و همراهان همیشگی ما. در این ویدیو ما درباره روبرو شدن آدمان با دنیای ماورا و موجودات عجیب صحبت میکنیم. داستان ما داستان واقعی است. ویدیوی امروزه ما درباره دخترک است که عاشق تماشای خود در آینه و لذت بردن از زیبایی خود بود. او عادت داشت که هر شب در نزد آینه نشسته چهرهش را تماشا کند و شانه گرفته موهایش را شانه زند و به این راه عصبش را آرام میکرد و زیقیش را میبرآورد. به همین خاطر در حجره‌اش در درون شифонери خود آینه کلانی گذاشته بود تا هر شب پیش از خواب به کار دوست داشته‌اش مشغول شود. یک شب همچنان که در شифонер را گشوده روی آینه نشسته بود، از تاثیر بازتاب نورهای چراغ در آینه چهره خود را دیگرگون دید. گویا چشمانش سیاه و چقور شدند و دهانش گشاد و کلان. این تصویر خیلی واقعی و بزرگ به نظر می رسید. دخترک دقیقه با حیرت به تصویر خود چشم دوخته دلش وهم کرد. دهشت‌آور به نظر می رسید. در دلش زمزمه کرد بهتر است سحر موهایم را شانه می کنم و در شифонер را پوشیده از حجره‌اش برآمد. او به طرف حمام می رفت که ناگهان چیزی به خاطرش رسید. از فکر به سرش آمده دهشت کرده با صدای بلند فریاد زد. دویده به حمام در آمد. در را از درون محکم کرده سپس مادر و پدرش را فریاد کرد. مادر، پدر، بیایید. مادر و پدرش دویده به نزدش رفتند. دخترک با چهره از ترس رنگ پریده و چشمان گریان واقعه را برای آنها نقل کرد و سبب ترسیدنش را گفت. با فکر شما چی به خاطرش رسیده بود که باعث وحشتش شد؟ او به یاد آورد که روزی قبل آینه را از درون شифонерش گرفته بود و در اصل آنچه که دیده بود چهره خودش نبود.